امروز از 24 ساعت 20 ساعت درس خواندم و 500 تا تست زدم. چالش رسیدن به رتبه 1 کنکور. کسایی که منو دنبال میکنن می‌دونن حدود 2-3 هفته پیش 1 هفته افتادم بیمارستان. بعد از بیمارستان مسلماً بجز اوضاع جسمی اوضاع روحی هم خراب میشه. انگیزه و روحیه کم میشه با اینکه تو این مدت بعدی که تونستم درس خواندم، ولی حس میکنم که مفید نبوده. تا الان حدود 40,000 دنبال کننده داریم، 40,000 تا رفیق، و تو این مدت تلاش کردم که به بقیه انگیزه بدم که بتونن درس بخونن. خیلی انگیزه گرفتن و یک سری هم با الهام گرفتن از ایده ما پیج کنکوری زدن که این نشان میده که همچنان بیهوده نیستم. با اینکه بارها گفتم دلیل این که پیج زدم این بوده که هم خودم انگیزه بگیرم و هم بتونم به بقیه انگیزه بدم. من یه بلاگر یا کسی که دنبال فالووره نیستم. میتونستم بیام بگم که الکی مثلا امروز از 24 ساعت 20 ساعت درس خواندم و 500 تا تست زدم. خب چه فایده؟ ولی شکست خوردن به معنی پایان مسیر و موفق نشدن نیست. شکست خوردن فقط جزئی از مسیره و تنها چیزی که با موفقیت در تضاده تسلیم شدنه. برای همین میخوام مثلا از اول شروع کنم. تا کنکور حدود 230 روز باقی مانده که با یک برنامه‌ریزی درست رسیدن به رتبه 1 کنکور غیر ممکن نیست. با اینکه حتی خودم هم نمیدونم آخرین چالش چی میشه، حتی اگر رتبه 1 کنکورم نشم تسلیم نمیشم و تا آخرش ادامه میدم.